مرا بیست نرم خویش بکنم. مرا تنها نگذار، همش رو با تو میفهمونم. چی دوست نمیداری او رو؟ از همین سبب بعد یک دو روز توی میکنه. گوش کنید، شما نمیدونید داملازیا بسیار انسانی خوب است، اما چی؟ از همین سبب او رو دوست نمیداری؟ برای داملا بودنش؟ مگر این خیلی ممکن است؟ من هیچ این خیلی فکر نمی کنم، اما درباره دوست داشتنی داملا باری هم فکر نکردم. از کجا دانم آخر؟ شاید ما موافق نیستیم. این روین موافق نبوده است. یافتی خونو که درگور حالا ایست. تنها این نیست البته، چیزی هست که به شما فهمانده نمیتوانم. این سیر است. سیر؟ چهل سیر؟ سیری آیله داری؟ آخر از دو سر بین من و داملازیا دایم یک مسافه هست. یک دیگر را دوست نمیداریم، تنها حرمت میکنیم. حرمت میکنید ها؟ تنها برای حرمت کردنتون توی میکنید یعنی؟ ما فتیه نمیکنیم. کی است آنجا؟ یکی میریز باشد، یکی مرا دیده باشد، یکی داملازیا باشد. یا خدای من چی کار کردم؟ در اطرافمون هیچ کس نیست. زاغی سیاه، من بسیار میترسم باز یک کس مرا نبیند. شما روید در یکان جای دیگر وام میخوریم. ملش لازم نیست خانم زهرا، من اینجان تنها برای با شما خیر خوش کردن آمدم. برای خیر خوش آمدید؟ التماس این خیل نکنید. گوش کنین، وضعیت رو مشکل تر نکنید خانم زهرا. شما عرض شونده داملازیا می باشید و حتی با نزدیکی اویلدار می شوید. اقلا نقابتون رو برارید، یک بار رویتون رو بینم. این لازم نیست. خوب شما مرا از یادتون برارید. با شما خوشبختی خواهانم خانم. زاغی سیاه رفت. زاغی سیاه. داملازیا با من موافق نیست. این نیست، آن نیست. گویا که زیاد در حق تو مرده باشد. یکون کسی ده باشد عجبا.
این شب چی بود؟ زهره آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش. آرام. اگر ملیس میدید همرا آوازا میکرد. زیو جان، دوملو زیو قیو خوب کرده است، چون که سحر باید نماز خواند. خوب نکرده است، خوب کرده است، خوب نکرده است، خوب کرده است. بله. آی، یکو کسی دیگر دیده باشه چی؟ نه من این شب رو به تو گذرانده نمیتوانم. سلین جان خفه نشو. الو سلیم بسیار عذر میخوام که تو رو از خواب بیدار کردم، اما زهره جان چی بود؟ خواب بودم. سلیم جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. مایلش عزیزم پگاه میایم. سلیم جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. بعضی چیزهای مهم رخ داد که من باید به تو بگویم. خواهش میکنم زودتر بیا. تمام مایلش حاضر میایم. زودتر بیا جونکم. خیر این جوان ما رو پایده ایستاده است. خدا چی گفت است؟ هی سامی، تو مگر اونقدر با عقل هستی که من رو پای میبری؟ سامی یوسف، شما در اینجا بودید دوملا؟ از سببی که من در اینجا کار میکنم وقتی من رو در اینجا دیدنتان باید حیران نشوید. شما تنهای دوملا؟ نه تنها نیستم، خدا با من است انشالله. با فکرم نماز خونده ایستاده بودید، ناراحت کردم بخشش زیاد. آقای سامی با فکرم شما شخصی نماز خون رو هیچ ندیده اید مگر من نماز خونده ایستادم. چی وای بخشش چی کرده ایستاده اید؟ تسبیح گردانده ایستادم. تسبیح گردانده ایستاده اید دوملا. بخشش زیاد من به اجازه در اومدم. آقای سامی با اینجا با اجازه نمیده رویان داخل. با اینجا آدمان به اجازت کدام وقتی که دلشون خواهد میده رویان. بخیر است. کدام شامل شما را با اینجا آورد؟ بخیر. در اصل من یک رفیقم رو دیدنی اومدم. برای دیدن یک رفیقتان اومدید؟ چه خیلی رفیق است؟ برادری نقابدار. نقابدار؟ با خدا آقای سامی اگر خطا نکنم شما با جای خطا آمده اید. در اینجا یگان نقابدار نیست. با اینجا آدمان با نقاب نمی آیند. کسی که با اینجا با نقاب آید نقابش رو کشیده می در آید. دوملو شما مرا خطا فهمیدید. من درباره نقابی غیر ریالی گپ نمیزنم. درباره نقابی گپ میزنم که با دست بسر میکشم. با خدا آقای سامی در جماعت ما شخصی نقاب پوش نیست. خدا توبه آدمی نقاب دار. لیکن من باره اول از شما میشنوم. شما این رفیقتان رو در کجا گم کردید؟ آخر من پای برده ایستاده بودم. دوملو اینجا یگان برآمدی دیگر دارد؟ یا توبه درآمد و برآمد انا همین در است.
یا خدای توبه، آخر در آمدنش رو دیدم و پس معلوم بشود که خطا دیده اید. چه خیلی که میبینید در اینجا بغیر از من دیگر هیچ کس نیست. یا خدایا، در یک لحظه کجا گم شدین؟ دامولا خفه نشوید، برای ناراحت کردنم با شما عبادت های خوب خواهانم. شب خوش. شبت خوش. روباه مکار. آقای سمی دوستم، من مراق کردم. خوب تو چی خیل است؟ با راحت خوب کردم میتوانی؟ این رفیق نقاب دارد را از کی بود تعقیب میکنی؟ چی خیل؟ نه داملو، نه من خوب هستم، احوالم عجیبه. نه خوبم گفتن این خیل بپرگویی نکن. وقتی که این خیل از روی حسیات ها دلشکسته میشویم، این خیل ناکامی ها روح میدهند. معلوم است که دلشکسته شده. چی شد سمی؟ سلین گپتا نگرفت؟ سلین؟ آخر این خیل نکن. من میدونم که نسبت سلین چی حسیات داری. چی خیل حسیات زیاد لو سلین؟ چونه نگوی سمی. زهرا سلین رو با تو یک جای نکرده ایستاد. از کجا برآوردید زیاد لو؟ یکون علاقه نداره. سیلین مثلی معقول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ زیاد در اصل از کجا برآوردی نمیدونم، مگر زهرا به تو گفتم؟ نه، وقتی که تو درباره رفیق نقاب دار گپ زدی من برای این موضوع رو توضیح دادم. حالا خوب هستی؟ کمی سر دارم شدن؟ میگذارد؟ همه اینها میگذارد. چی میگذارد داملو؟ تو چی میگویی؟ من نفهمیدم. دوستم تو خواطر نشو، واهمه نکن، آرام باش، میلش همش میگذارد. اگر لازم باشد من با تو دعا میخونم، اما پیش از این تو رو به بیمارخانه برم. نه زیادلو، من بیمار نیستم، بسیار خوب هستم. زاغی سیاه هست کو و تمام محل درباره او گپ میزند. من او رو دیدم. یا خدایا توبه، این زاغ سیاه رو همه میبینن، یک من نمیبینم. چه خیلی در کجا دیدی؟ چه خیلی دیدی؟ نمودش خیلی است. داملو بعد میفهمونم. میلش خیر، شبای خوش. شبت خوش. زهرا باز به من دروغ گفتی ها؟ ای سلین، ای سلین چی کار کرده ایستاده؟ خوب دارم، برخیز از خوب. زورو ایست، من بسیار موندم. 5 دقیقه چشمونم رو میپوشم بعد میخیزم. ای سلین گوش کن، مرا اول فهمون بعد خوب کن. زورو جون تو فهموندن گیر، با خدا من گوش میکنم. زاغ سیاه آمد. چه خیلی یعنی؟ حیران شدی ها؟ بله خیر آمد آخر. سلین باری اول از نزدیک خوردیم، صحبت کردیم. خیر زاغ سیاه به تو همه چیز رو میفهمونم گفتم. همش رو فهموندی همین طور؟ قسمن چی معنا دارد؟ این خیلی قسمن یعنی مجبوری اویله دار شدنم رو فهموندم با داملازیو. خیر بعد خیر و خوش کرد و رفت. ها چه؟ سلین من با تو میگویم که زاغ سیاه آمده بود، بعد از اون خیر و خوش کرد و رفت میگویم. تو باشه ها میگوی دیگه هیچی نمیگوی. من دیگر رو نمیبینم. به خدا زورو جان نبینی بسیار خوب میشود برای تو، اینش بهتر است. توبه توبه. اما من باید بدونم که او کی است سلین. شاید اون عشق حقیقی من است. سلین وقتی که ما در روی حولی گپ زده ایستاده بودیم کسی ما رو دید. چی؟ یک صدا شنیدم. میلیسیو که داملازیو بودنش رو نمیدونم، لیکن اطراف رو دیدم هیچ کس نیست. اگر داملازیو باشد وضعیت رو میفهمونی، او میفهمد و خواب میشود. اما اگر میلیس باشد میموریم. اگر یکی میلیس می بود که همه را آوازه میکرد. یکی داملازیو باشد. با خدا این رو باید در وقتی با زاغ سیاه گپ زدن فکر میکردی خانمی کوچک. باز در عرفه فاتحه. فاتحه؟ تو نمیدونی البته چی ها شد. بابایم وقتی که استولین در برای زاغ سیاه آوازه ها رو فهمید در حال فاتحه میشود گفته مرا تنبیه داد. اینی بعد از این باشد نکاح میکنید میگوید. زهرا یکی در حولی دیگر کس چی رو دیده باشد. شاید دولین باشد. مگر بوده نمیتواند؟ او بوده میتواند. بوده نمیتواند. بوده میتواند. نه او بوده نمیتواند. تو نگر میدید مثل دخترش
خونه رو به پایش میخیزون. خیر نباشد دومولوزیو است. ای خدا نشانه دهده. زورا جون اگر یگون کس دیگر میدید خوبتر نمیشده؟ ای تو چی گفتن میخوایی؟ رو شد بگو. با فکرم زورا جون باید سهر پیش از همه با دومولو گپ زنون کنی. شاید یگون چیزی رو دیده است، فهمیده است. خوبم اومده ایستاده است. توبه توبه. گربه بوده؟ گربه بود. ها گربه است گربه. این زاغ سیاهش کیست؟ چرا نقاب میپوشد؟ اگر زورا دومولوزیو رو دوست ندارد چرا اویلادور میشود؟ چرا زورا گفت که برای اویلادور شدن مجبورم؟ چی جای مجبوریش است آخر؟ اینجا چی ها شده ایستاده است؟ من همی دختر کجای دیدگیم هیچ در یادم ناومده است. کی باشه؟ برادر چی شد؟ از رویت گل میبارد؟ بخیر است؟ کارها برار گیشت؟ دروغ گفته است. دروغ گفته است؟ چی دروغ گفته است؟ گفته بود که سیلین رو با سمی دوست کردنی. همش دروغ بوده است. سیلین رو با کی توغری میکرده است؟ با تو. با خدا؟ آها در اصل دختر زیبا است، اما من این خیلی دختری سبزینه خراب رو دوست نمیدارم. دختر باید کمی فربه باشد، سفید روی باشد، آغوشش گیری. شوکت برادر من گپایم رو به خودم میگیرم. مدام وضعیت این خیلی است. من ینگه زهرو رو در اشاق سمی دیدم. به این چی میگویی؟ من هم نمیدونم. این رو پاکو از او میپرسم. مایلش این پرابلم ای شما، من کار ندارم. همین دختر هم میشناسی برادر؟ شکیره. منم گفتم که همین زن رو کجای دیدگیم. این زن یک فوتبالیست هست. این حال را بین. در حقیقت از خانه رانده شدم. در این سن سال حیاتی بزنی دارم. اونال تو مگر با این حال گرفتار میشدی؟ جواب ده زنک جان. بیا جواب ده زنک جان. جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده. چرا جواب نمیدی؟ جواب ده. تا کی از تو ازم بکشم؟ ای پس آخر. بس تو با کدوم رو به من زنگ میزنی اونالا؟ زنک جان تو ابرویمون رو به زمین زدی، ما رو شرمنده کردی، قهرمانی ساخته برامونی. حیف بر تو بود. اما زنک جانم، من رو زنک جانم نگو. گوش کن عزیزم، تو را بسیار دوست میدارم. من به تو زندگی کردن نمیتونم. زنک جان، جانکم خاموش کرد. آه لوینت، آه کلتکیلاس، مرا ماو کردید احمق ها، ماو کردید. حیات آینه داریم را ماو کردید. قاتل آینه داریم شمایید. آه لوینت درا. ممکنه که چی میگویی؟
عریضه از قربان آمدنم سر دارم. حقتون را حلال کنید. در جای پیشینم رفته کار میکنم. راو کجای میروی براو؟ اویلم از پوش تو مهم شده ایستادن. فهمیدی؟ خداوند نگهبان تو باشه. با خدا میرم. سلام، روز بخیر. من هم برای صحبت کردن به نزد شما آمده ایستادم. همین خیر. من هم آمدم که با شما صحبت کنم. همین خیر. خیر، شما اول گپ زنید. نه، اول نوبت زن. نه، مگر این خیر ممکن است اول شما. نه، ما زنها را حرمت بکنیم. دومولو، مرحمت. نه، اول زن بعد مرد. مرحمت. نه، آخر شما دومولو هستین. مرحمت. از روی احترام. بازار سیاه یک جای بودی خوب بودی. دومولو ها حرمت بود است. مگر ریخن رواز خانم زهرا اول نوبت خانمون است. گپ زن آخر. بعد میگویی که به من دومولو ناحرمتی میکنی. مرا محلگی ها چی میگویند؟ دویم همین خیلی میگویی. مرحمت، من شما رو حرمت کردم. گپ زنید. نه، اول شما. سرم رو ویران کردی. گپ زدنی، گپ زن آخر. این را بین، حالا هم خاموش است. سبانت رو خوردی. گپ زن آخر. حالا ایست تو. منش من مرحمت. شما اما من آخر گپم را نبرید آخر. بخشیش مرحمت گویید. اجازه دهید میفهمونم آخر. یا خدا، من هم همین رو بگویم. باز گپ میزنم گپم را میبرید. جوانان چی گپ است؟ چرا بحث میکنید؟ زنیل که مازگون شود اینجا. او در بین جنگ زن و شوهر نباید بروم. میدونم. خیر میلش، من رفتم. دومولو، در اینجا صحبت کردن نمیتوانیم. اگر خواهید در یکون جای دیگر صحبت میکردیم. درست، با یکون جای دیگر میرویم. مرحمت. اول شما مرحمت کنید. نه، اول زن ها. پیش درو. امروز شما با دست چپ خیستید. مرحمت کنید. خدایا. بله دومولو، شما رو گوش میکنم. زهرا، برای شنیدن گپای من تیارید؟ تیارم. مرحمت. انا اون قهرمانه که با شما معقول است کن. دومولو، من به شما گفتم بین ما یک مناسبتی وجود نداره. نامش چی بود؟ سیاه؟ زاغ سیاه. ها، با نام الله زاغ سیاه منم. چرا میخندی؟ با خدا که منم. ناممکن است. چخیل ناممکنه؟ چخیل ناممکنه؟ نبین همون قد و بس، همون اندام زاغ سیاه منم. فهمیدی مرا؟ زاغ سیاه از شما بسیار فرق میکند. کجاش فرق میکند؟ زیبایی او دیگر است دومولو. قد و بستش بسیار زیبا است. با نام الله زهرا زاغ سیاه منم آخی. چی میخندی؟ این ناممکن است دومولو، ببخشید. منم ای دختر، منم میگویم شخصی که با تو معقول است این منم. بس از زاغ سیاه هم منم، با تو عاشق هم منم. گفتم و خلاص شدم. چی میخندی؟ یا توبا، چی زاغ سیاه با تو معقول است؟ همون آدم من هستم. با خدا منم. درد گوشم. بله دومولو، شما رو گوش دارم. چیزی گفتنی بودید دومولو؟ خانم زهرا، چرا با من دروغ گفتی؟ من چخیر دروغ؟ من به شما دروغ نگفتم. دومولو، یا که دینشم در روی حوله شما بودید؟ دومولو، من لطفاً اول یک بار مرا گوش کنید. بین من و زاغ سیاه یگان مناسبتی نیست، تنها یک صحبت کردیم. گوش کنید. پیش از خانم زهرا، از کجا برآمد این زاغ سیاه؟ آخر شما دیگر با او نمیخوردید کنی خودش چی گفت؟ گوش کنید خانم زهرا، الکی وقتی آن رسیده است که خودتان را اصلاح کنید. از یک طرف به گوشم آوازه ها درباره زاغ سیاه می آیند، از طرف دیگر ماجرای با سمی داشته اتان. دومولو، ما با سمی یگان مناسبت نداری.
چند بار به شما گویم این رو؟ آسلین رو با سمی دوست کرده نبودید که این خیلی گفته بودیدن؟ این دروغ است. مالش من دروغ گفتم. اما شما چه خیلی که فکر میکنید اون خیلی نیست. داملو با من باور کنید. نه زهرا، در حقیقت من اکنون با شما هیچ باور نمیکنم. داملو جان گوش کنید، به سمی پول قرض لازم بود. خیر. من باشم به او قرض میدهم گفتم. او باشد از خرسندی مرا به آغوش گرفت. همین قدر تمام. خدا توبه، برای آغوش کردن چقدر قرض داده که این کار را کرد؟ $500,000. چی؟ $500,000؟ خانم زهرا، در کیسه ما یک تین نیست، اما تو دلارها رو به کسی دیگر میدی ها؟ آدم تنها با دوست داشتهش اینقدر پول رو میدی. داملو من به شما 1000 بار گفتم با سمی تنها دوست هستیم. چرا فهمیده نمیتوانید؟ تنها دوستی. متاسفانه باور نمیکنم زهرا. باوری که با شما داشتم شکسته شد. در فاتحه هم اگر این خیل کردنی باشد کی میداند بعد اوله دار شدن چه ها رخ میدهند. خفه نشوید، من بازیچه شما نیستم. این بازی رو خاتمه میدهم. بیا تو چی ها گفته ایستاده؟ شما مرا هیچ نشناختید. این چه خیلی گپ است. بازیچه شما. من نمیگذارم که کسی در شریف من چنین گپ زند. اگر در اصل چنین باشد به فکر من تمام شدن این بازی خوبتر است. ای بست. خانم زهرا، یک لحظه مرا سردید خوش نکن. زهرا چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یک طرفی است، من در رویم. داملو کمی آرام شود بعد گپ میزنید. کار تو چی؟ از پیشم دف شو احمق. چرا زهرا رو غمگین کردی احمق؟ یا اینکه زهرا رو سخت پرسپوس کردی؟ گوش کن عبدالله، از زهرا دور شو نباشد او حالت را بد میکنم. روز بخیر. اشتهایتان. خوش آمده داملوزیا. خوش باشه. روز بخیر. خوش باشه. داماد چی شد برایت این خیل؟ بخیر است؟ نه، کمی خون خوردم به فکرم. چیزی نیست، کمی ناراحتم. اما با احتیاط باش، در وقت توی این خیل بیماری ها نشوند ها؟ میگذرد البته. خیر، چی کردید؟ چی رو چی کردیم؟ توی را با زهرا یگان توی خانه را جستجو کنید آخر. روزهای نزدیک پیدا میکنیم البته. میگویم که تمام خیش و دوست و اقربا را دعوت کنیم ها؟ اوای مانند چه گویم یگان چیزی عادی نباشد، یک جایی باشد که برای دعوت شدگان بسیار زیبا باشد ها؟ بله جناب، بله. دامولوزیو مصرف رو شما فکر نکنید. چخیلی که میدونید فاتحه رو از طرف دختردار میکنند. راحت باشید. تولین زنو چخیلی که گفتم بسیاری میشویم. برای شما برای این یک مکان زیبا میابیم. ما یک عائله کلان هستیم. در اصل جناب من این خیل کارها رو آنقدر نمیفهمم. زهرا چیزی گوید قبول است. پدر جان، یک دوستی من تشکیلاتچی دعوتی توی ها می باشد. اگر اجازت دهید فاتحه زهرا رو من به عهده میگیرم. تو با این عائله داری زید بودی، چی شد ناگهان؟ مگر این خیل می شود در حالی که شما هستید، در حالی که دامولوزیا و زهرا یک دیگر رو دوست می دارند؟ گپی من مگر قدری دارد؟ یعنی من آخر زهرا رو فکر می کنم.
бечора духтарак ятиму бепарастор калон шуд. бовар кунед хурсандии ӯро монанди шумо ман ҳам мехоҳам. бисёр хуб гап задӣ. саломат бошед. ҳалиро ҳам даъват кун, ӯ ҳам ёрдам кунад. майлаш як ҷоя як ташкилӣ зебо кунед. майлаш падарҷон. модар барои зӯроро хонадор кардан чӣ корҳое накардед? агар шуморо намешинохтам бовар мекардам ки ба зӯро хубӣ мекунед. мелис духтарам, ту чӣ сода ҳастӣ? ақлатро кор фармо. баъд аз фотиҳа тӯй мешавад. вақте ки зӯҳро оиладор мешавад, ҳама ба дасти ту мегузарад. майлаш ҳозир меоям. манам сардор. даромадан мумкин? хуб ҳастӣ? дишаб селен омада будааст, ӯро дида натавонистам. ӯ омада буд, барвақт ба офис рафт. бо як нафар вохӯрӣ доштим рӯз. зӯроҷон каме суҳбат карда метавонем? намехоҳам. биё рафтем хӯрок мехӯрем. ист каме ба худ ой, бобоят туро ин хел набинад. аҳволам бад аст. инро бинӯш канӣ? бинӯш. ташаккур. каме ханда бикун. ҳа ана ин хел. ба хайр аст, чӣ шуд? чаро ин хел шудӣ? ҳолам бад аст. вақте ки касе ба ман меҳрубонӣ мекунад, дар ин ҳолат боз ҳам бадтар мешавам. аз сабаби фотиҳа? мешавад ку. чӣ гуна ишқҳои бузург дар арафаи тӯи фотиҳа ба охир мерасад? не, бо ин алоқае надорад. биё инро гап назанем лутфан. зӯҳроҷон, лутфан мефаҳмонӣ? охир ман дӯсти ту нестам. вақте ки туро ғамгин мебинам, ман зиқ мешавам. сами, лутфан хомӯш шав. гап намезанам. майлаш, пас як чиз мепурсам. гарчанде ҷавоби мегирифтагиам хуб аст, бад аст, намедонам. ана ин майлаш, намепурсам, бигзор монад. сами, сафсата нагӯй, бигӯ лутфан. яъне сабаби баҳси шумо бо қарзе ки ба ман додӣ бо он алоқаманд аст? медонистам албатта ки нест. сами, ин бо вай қарз алоқамандӣ надорад. охир ҳамаш омехта аст. лутфан гап назанем инро. майлаш, дигар гап задан намехоҳӣ. аммо кадом вақте ки гап задан хоҳӣ, ман тарафдори ту ҳастам. медонам. раҳмат. илова бар ин фаромӯш накун ки солҳо ҳам гузашта бошанд, ман туро фаромӯш накардам. зӯро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накардам. ахмақ. ана ҳам ин хел бихам ба ту бисёр мезебад. биё, хайр, интизор ҳастем. ҳали омадаи сода аст? омадаи сода аст, дар роҳ аст падарҷон. дар асл ба хонаи он қаҳрамони сохта бояд ҳеҷ гоҳ намерафт. он одамро ҳаёташ дурӯғ аст. домуло? лабай. дурӯғгӯӣ бисёр гуноҳи азим аст, а? албатта ҷаноб. яъне дурӯғгӯӣ ҷаноб гуноҳи азим аст. ман ҳам одами дурӯғгӯйро бисёр бад мебинам. боз мегӯянд ки дурӯғгӯ душмани худост. зӯҳро? ба хайр аст? хомӯшӣ? не, бобоҷон, ҳеҷ чиз нест. не, чизе ҳаст. ту аз ман пинҳон карда наметавонӣ. бин, чизе гуфта натавонистӣ. фикр накун ки ба чашмам наметобад. кани ба ман нигоҳ кун. чӣ шуд?
نه بابا جان، تنها و کمی خوابم را نگرفتم از همین سبب. اما که اکرم راست میگویند، چیزی هم نخوردی زهرا؟ اشتها ندارم سمی. زهرا چرا اشتها نداری؟ نگاه بسیار خوب بودی. حالا باشد چی شد؟ پدر جان، دختر رو مجبور نکنید. حالا در وقت فاتحه در حیات جان بودگیست. سمی نمک رو به من میدی؟ مرحمت. با اجازت شما برای صبحانه تشکری زیاد. خیر جانم. روز بخیر. و شما هم داملا. خیر داملا. چیکار کردی کیلاس؟ با زهرا گپ زدی؟ کاش که گپ نمیزدم، کارها رو برباد دادم. آقای اکرم آخری هفته ما را توی میکنه. من باشم عروس را خفه کردم. چخیر؟ باز زنگسی ها؟ برادر تو انسانی عجیبی بخدا. حالا هم باز به خودت رشک میکنی ها؟ ای بیا مان شوکت. با بیمارخانه رفته با آن امام سر و کار گیر. اگر به مسجد بیاید کارها برباد میره. مالش برادر. سر و کار میگیرم اما چخیر؟ از کجا دانم رو پای بر خیر. اگر به محله بیاید به من خبر ده بر وقتر. از زود شو شوکت. خیلی بشه. ترا پاپوتی توماسیشتا برام بعد هم خمیرم بالینسا. صبر کن سلام رو گیرم. دیر نکو که من میرم. سلام علیکم. کجا شدی حالی؟ تو با آن آدمی نمیشدنی شب را چخیر گذراندی ها؟ چرا دیر موندی؟ او زنگ زده ایستاده است ها؟ داری به من ده؟ زنک جان تلفن رو خاموش نکره، یک لحظه مرا گوش کن، فقط گوش کن. به تو حیات برای من معنی ندارد، مرا فهم. به این کسانی هستن که خوشبختی ما را اصلا نمیخواهند. از همه اساسیشون بابای یک رود. هیچ وقت مرا اهمیت نداد. از دستم اومدگی کارها رو کردم، کوشش کردم. من بابای یک رود هیچ وقت مرا دوست نداشت. این رو تو خوب میدانی. بابایت هیچ قدرم نکرد. اما برای غمگین نشدن تو راضی نبودم. اون رسم را پیدا نکردم، گفته نتوانستم. اون وقت من چنان فخر میکردم که حقیقت را گفتن هرگز نمیشد. میفهمی؟ تو را بسیار دوست میدارم علی جان. من تو را دوست میدارم. جناب اکرم مرا گوش کن. دیگر روی حلی را نمیبینی. دروغگوی احمق. در آخر او هم سیمای حقیقیت را دید کو. آقای اکرم من حلی را دوست میدارم. شما ما را جدا کردن نمیتوانید. گیر. این کار تمام شد. با ادوکات گپ زدی؟ چرا بابا؟ چرا؟ از آن شخص جدا میشوی؟ بابا جان لطفا سرم درد دارد. شما باز فشار نآورید. همین که سرت درد دارد؟ پس من چیزی میگم که سرت را خوب میکند. زهرا را توی میکنم. چرا من خبر ندارم؟ از یک جهت ناگهانی شد. خفه نشو. در این توی هر دوی شما مسئول هستی. تمام. بعد از توی باشد با اونل دیلای جدا شوی میکشایی. دو توی میشود. ما عائله بزرگ هستیم. مالش زهرا جان، من به کارخونه رفته ایستادم. بله، یعنی به فکری من هم هر چه زودتر باید آغاز کنیم. مالش عزیزم، تا باز دید. بای بای. خانم سلین خوب هستید؟ با شما یکان چیز نشده است؟ دیوانه شده ای چی در داری؟ خانم سلین من در حیاتم مثل تو آدمی دیوانه احمق رو ندیدم.
آخر چرا خودت رو در پیش ماشین میپرتایی؟ نمیفهمم. نه خاله سله، شما خطا فهمیدید. من با ماشین. تو چرا اینقدر آدمی چسبک هستی ها؟ آدم کمی ننگ و ناموس داشت. بیعقل. دوش از نزدم. من فقط از این طرفی رو با اون طرفی رو گذاشته بودم. بخشش زیاد. شوکت واه، برادر توی ما رو دیده ایستاده ای؟ شوکت او آمده ایستاده است. چیکار میکنی؟ گوش کن، من با مسجد رفته جماعت رو با نماز آماده میسازم. تو این رو به گپ گیر. چخیل در گپ گیرم؟ تو جماعت رو چخیل آماده میسازی؟ عجبا این رو چخیل به گپ میگیری؟ چرا ما رو میپرسی؟ آخر یگان چیز میگویی؟ مالش از پس کار شد. برای کار. سلام علیکم بابای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. باشد پیش رو نگاه کن، بازدر نکنی مرا. عذر زیاد میپرسم، عاجلا یک سراغ لازم است، با من یاری میدهید؟ من به اینجا نآمدم. نه گفته چقدر شد؟ مقصد این که از اینجا نیستم. آخر امک جان، یا اینکه شما راهتون رو گم کرده؟ نه پسرم، چرا که گم کنم؟ من جای میرفتگیم رو میدانم. یک دقیقه، تو اینجا نه اومدی، هم جای رفته‌ات رو میدانی یا که تو جاسوس هستی؟ استغفرالله، من امام هستم. مرا از مفتیات به اینجا فرستادن. امام؟ شما امام هستی؟ بله. به خدا عذر بسیار میپرسم امام جان. دامولا نفهمیدم. این تاقی سرت ما دینم است؟ تاقی ساخته نه؟ بینت رو تاب داده. استغفرالله پسرم، اینطور نگویید. این زخم بوده است که درد میکنه ده، من بیا بفروش کنم. محترم جماعت، در یک مسئله شما را هشدار کردنی هستم. روزهای اخیر یک شخص برآمده است که خودش را امام میگوید و مسجدهای اطراف هم رفته است. در این باره خبردار باشید. وقت ما را بیهوده نگیرید، من کار دارم، من میروم. آخر امک جان، شما با من کمک نمیکنید دامولا؟ چه؟ آخر انسان یک کمک میکنه، سراغ پرسیدم جواب نداده. اقلا به سوالهای دینی هم جواب دیه؟ آخر تو کی به من سوال دینی داد؟ ببینید، حتی این رو پای نبردید امک جان. بسیار پریشانید، غضبناک میشید، گفته نپرسیدم. خیر، زود سوالات رو ده، جوابش رو گیر. دامولا ببینید، حتی در خاطر نداره. میپرسم و از غضبناک شدنتون میترسم. و چرا غضبناک شوم؟ سوالات رو ده، من جوابش رو گویم. اله دامولا نمیپرسم. بچم پرس. خیر، من میخواهم فهمم که تو چی میخواهی. پرسم دامولا. آن دنیا. خوش. همه ما به آن دنیا میرویم که دامولا. بعد پس به آنجا رفتن در برمون تلفن برده میتونیم. با سیم کارت و بی سیم کارت فرق نداره دامولا. دوستم، از آن دنیا به این دنیا زنگ زدنی ها؟ دیگه دامولا، گفتم راست برام زود غضبناک شدید. من میروم دامولا. مرا گوش کن. اگر کی تو به بهشت روی چی؟ در بهشت تلفن لازم نمی شود، اما اگر که تو به دوزخ ردی، در آنجا تلفن کار نمی کند. از این لحاظ پسرم نیکی کن تا به بهشت روی و به هیچ چیز محتاج نشوی. خدا رحمت کند پدر و مادرت را. من میروم پسرم، سلامت باشه. تشکر دامولا. بی دستتون نه مرا گناهکار نکن پسرم. من هیچ گناهی باور نداشتم. پسرم مرا سرده، من باید روم. دامولا خفه نشوید، من میدونم که به اون دنیا تلفن برده نمیشه. چی بکنم؟ محترم جماعت، شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیل مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد، من هم گفتم با شما رسانم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید، بعد رفتار نکنید، دلش را هم نرنجانید. گذارید بیچاره هوسایش را برارد. بلش خدایا توبه، عجایب آدم بود است. لیکن چیکار کنیم؟ دامولا، چون این انسان رو من در حیات هم ندیدم. های چیکار کنیم آقای رج؟ با خدا استاد دلم برای میسوزه. های چیکار کنیم؟ این خیلی آدم هم بود است آخر، اما احتیاط کنید اگر به اینجا بیاید دلش رو نرنجانید. کسی رو که رنجاندی نمازت قبول نمیشه. دامولا، شما باوری دارید که به این مسجد امام تعیین شده؟ یعنی خطا نباشد گفته پرسید. یا خدایا توبه، تو چه خیل گپ را نمیفهمی دوستم. این کارت از روی آداب نیست. خدایا همه بنده های یک نوت را به نزد من میفرستید. توبه. گوش کن، پیش از تو یک دیوانه دیگر هم مرا گیر گردانده عاقبت فریب داد. سر گره کردیه، من مرا به حال دامولا خفه نشوید، عذر میپرسم. دامولا دردی من، خفه نشوید. مرا خطا فهمیده باشید، عذر. و شما کمک رسانم، راه نشان دیم.
دوستم تمام یگان بخشش باشد کمبودی دوملو. سلامت باشی پسرم سلامت دوملو یک باشی. دقیقه حقتون رو حلال کنید. از حلال شیری کنید چی مادرت بکنید؟ حلال باشد. حلال خیر. دوملو. من رفتم خیر خیر. محترم جماعت سلام علیکم محترم جماعت. نام من عظیم امام این مسجد نو تعیین شدم. اگر خدا نصیب کرده باشد از این بعد نمازهایمان را یک جای ادا خواهیم کرد. شخصی که دوملوزیا گفت انا همین آدم است. او رو نرنجانید باز. بیچاره در سرش هم بیم پیچانده است. سرش رو در یگان جا زده باشد آقای خلیل. امک جان در اینجا چیکار میکنید؟ امک جان شما از کجا پیدا شدید؟ مرا سردید مرا جماعت انتظار است. ما باید نماز را بگذاریم. سردید ای جماعت یاری دهید سردید آخر باید نماز کنیم. اگر در نمازی عصر نایم البته در نمازی شام میایم. آیش بکنم من میایم برادران مومن. مالش خیر خدا شفا بده. دوملو شما در داخل مسجد بودید شخصی گفته اتون همینجا آمد. عیناً چه خیلی شما گفتید همون خیلی بوده است. خودش امام مسجد گرفت. خش اقرباش بالیسه بردنش. بله او هم شفا می‌یابد انشاءالله. شما بد رفتار نکنید تا دلش نرنجه. مالش دوملو جان. خدا نگهبان. مردم حشر بوده. استاد 10 سوال پرسم. سلطان جان از شما خدمت طلب داریم. دعوتنامه های فاتحه، لباس فاتحه، مهمان خانه، تورت فاتحه تا حباب هایش تمام خدمت. янга ҳам бо султон камон гап зада истодааст. бале. ӯ кист? амак намедонед ташкилотчии машҳури ҷамъият ва тароҳи бисёр ҳам зебо мебошад. از اوره کارش میبراید؟ албатта бобоҷон. яъне масалан шумо меравед барои фотиҳа чизе ки хоҳед аз а то я ҳама чизро ӯ мекунад. интихоб аз тарафи мо мешаваду халос. майлаш султон ҷон хайр пагоҳ омада каме намоишатонро нишон медиҳед. майлаш бай бай. زن چی گفت؟ تا وقتی که ما میخواهیم رسانده میتواند؟ расондан чӣ гап худаш падарҷон? пагоҳ гӯед пагоҳ мекунад. ای ораз гӯш кун. агар акаи канъон ба ин духтар дил бандад кораму расмо мешавад. ман ба ту нагуфтам ин гапро ҳа? сардор چی میگویی؟ минами ка як бизан. با چی خیل زنم؟ چه خیل زنم؟ آخر همه چیز با زدن نمی شود. کمی مکالمه کردن در کار. چه خیلی که میگوین انسان با گپ حیوان با چوب. نمید تو با این احمق کار نگیر. ака ба номи оллоҳ ман ягон гап нагуфтам. худаш дурӯғ гуфтан мегирад охир. نمک من مگر از تو چی شد گفته پرسیدم؟ ака чингиз агарду мардак буд и аз занак фела. сардор ин касро мезанам. گوش کن حاضر میزنمت که خر برنده میکنی. حیوان نو از زندان بر آمدی باز آنجا میخواهی. تو هم با این کار نگیر. ای حیوان من با تو دیگر خیلی کار میزنم فهمیدی؟ انتظار شد. نباتون را گیرید. خانم سرین آمده ایستاده است. خلاقولا نمیخوام جنتلمن شوید. دویده در را کشو. یک طرفیست؟ خودش چی گپ؟ سلین جان خوش آمده عزیزم. چی شد؟ چی میخواهید؟ درباره یک کار گپ زدن آمدم. درباره کار؟ شما این خیلی رو هم رو گرفته درباره کار گپ زدن میخواهید؟ این چی سفسط است؟ دختر این چی گپه؟ را بریدنش این چی خیل گپه؟ این اگر شود یک واخوری گرم نامیده میشود دیگر هیچ چیز نیست. لطفاً خانم زهرا با خوردن را در داخل آفیس معقول میداند. من باشم با شما در داخل آفیس نیو در اینجا با خورده گپ زدن خواستم. مایلش چی میخواهید مرحمت؟ خانم سلین برای خودم را با شما خوب فهماندنم. لطفاً به من فرصت دید یک جای یک خوراکی شام خوریم. خوراکی شام؟ من و شما؟ هوا اگر زیب نباشید بسیار خرسند میشم. یک چیز رو گویم شما با اینها خوراک خورده میتوانید. غمگینم اما من نمیتوانم. از آنی که با من خوراک شما میخورید با درد دستتون مشغول شوید بسیار خوب میشود.
ای خدا همه کسلی ها به من میچسبند. तुमको भी है खबर मुझको भी है पता اکه کانون हो रहा اکه اکه है जुदा दोनों का اکه خوب هستی؟ रास्ता بگوشه او چی گفت؟ این کارمش میگذرد. مرده کالتک لسد اکه بدیل نگیرید، این کارمش میگذرد. مایلش عزیزم، تشکری زیاد. بای بای. فاروق، تو هم مانند نفقه خوران نشی نوخیر. خسته یگون چیز کن. چیکار کنم تولین؟ مثلا برای خودت کاستیوم شیم گیر. از موی سرم کاستوم بروکی زیاد دارم، یا تاش رو میپوشم داخل. عقلت کار نمیکند. فهمیدم، تو امروز بسیار سیرکار هستی. خوبترش از نزد چشمانی تو دورتر گردم. خوب میشود. ای سمی در کجا میگردی؟ چی شد؟ از سحر باز نمیتابی؟ از خفای کار و بار با خارجه تلفنی یک چند صحبت داشتم. از آنی که در اینجا میمونم اکنون کارهای آنجا رو هم آیسته آیسته محکم کردن لازم است. تو کی آمدی جانم؟ کمی پیشتر آمدم. فاتحه داریم ها، همین طور همه جمع میشوند. البته. در حقیقت من برای این فاتحه بسیار خرسندم. یک فکر کنید زهره فاتحه میشود و این حادثه در یادی من تا ابد نقش میبندد. تو در حقیقت از آیله دور شدن زهره خرسند هستی؟ بله، من امیدوارم که او خوشبخت میشود، چون که زهره به این ارزنده است. تو فکر میکنی که با این آیله دوری زهره خوشبخت میشود؟ زهره از خرسندی پرواز میکند، مانند شپرک. عمر عشقش مانند عمر شپرک نشود. نمیشود. آنها بسیار خوشبخت میشوند. من این طور فکر نمیکنم. حاله جان، مناسبت های تو بد شده ایستادن کن. مناسبت همه همین خلاص گفته فکر میکنی. از همین سبب. تو اینقدر وقت چرا به اینجا نمی اومدی؟ در کجا بودی؟ کاش کمی بر وقتتر می اومدی. گذشتگان گپی گفتند، قسمت گفتند. اوف، من از نشستن بیزار شدم از سحر باز. کمی بر اومده میگردیم سمی جان. عزیزم بسیار میخواستم و میدونی کار میکنی. مایلش وقتی به کارخونه رفتم به یک قهوه خانه در اومده قهوه می نوشیم. چی گفتی؟ پس من تیار شدم میایم. مایلش انتظارم. من رفته یک زهره رو خبر گیرم، از حجرهش تماما نمی براید. خوش آمدی. از همه گریخته در اینجا نشسته تنبلی میکنی؟ چقدر شد در پایان بودم، تو رو ندیدم. چرا در اینجا تنها نشسته؟ چیزی تو رو ناراحت میکند؟ خوبم اپا. تو چی خیلی؟ مناسبتت بای از نام چی خیلی است؟ هی زهرا جان، ما رو یک طرف گذار. تو امروز چیکار میکنی که نگاه بزن؟ هیچ چیز، کتاب میخونم. های سفسطه نگو زهرا، چقدر کتاب خواندن؟ ینگم تیاری گفته دیوانه شده است. بابایم از تلاش فاتحه در حرکت است. تو در اینجا این خل میشینی؟ گوش کن، من از اول به تو گفته بودم اگر در وقتش رفتن نبینی در سال 2016 از همه فاتحه بد رو گذرانده، از همه کلینی بی‌زیب میشوی. گفتم مانم. ینگم به توی تیاری دیده استاده است؟ بله. آی در اصل تو عجیب هستی زهرا. چقدر قدر آرام بوده میتوانی نمیفهمم. با من نگاه کن. وای بادا ملازیو، در بینتون یگون چیز رخ داد؟ گنده خفم کرد. این دختر راست میگوید. این حالم رو بین. البته عیب دارم، مگر من شخصی هستم که رحمم کنند. به چی حال گرفتارم کردی کالتک الاس؟ ای تو مرا به چی حال آوردی؟ ای کالتک الاس، قبرت جهنم شود. چرا مردی احمقه؟ چرا مردی؟ تو را از مزار برآورده زنده کرده میکشم. نمک مرا پیش قبر کالتک الاس برید. قبرستان؟ بله، او را از مزار برآورده یک تیر زنم، شاید کمی آرام شوم. نباشد به این حال میمورم. اگه خیل نکنید من از بودها بسیار بترسم. دمت را گیر احمق، گویا که تو او را میبراری. اگه این کار گناه نیست؟ گناه؟ اگه البته گناه هست. او مرده است، چخیل او رو تیر میزنی؟ اگر زنده میشید این دیگر گپ بود.
ба худо гуноҳ аст. ای پسر از کجا برآمد این گناه پناه؟ باز برای من دامغه شده و فتوا دادن آغاز کردی احمق. آی نمیک تو به این مسئله ها کار نمیگرفتی، اما از ترست این را گفتی ها؟ نفهمیدم نگویی باز. اما گناه گفتی کو؟ بلا زند به باطینم شبهه آوردی. یک به پیش داملا زیار رفته این را پرسیم کنی گناه هست؟ آرز ما را به نزد داملا زیا ببر. شما حالا هم نرفتید؟ نه ملیس رو انتظارم. زهرا چه خیل است؟ خوب نیست. به حجره‌اش در اومده مجله خونده ایستاده است. از چیزی رنجیده است. عقلم به تو یگان چیز نگفت. مانندی همه وقت به من هیچ چیز نمیگه. با من هم نگفت و با فکرم با داملا زیا کمی جنگ کردند. جنگ کردند؟ اونقدر جنگی کلان نیست با فکرم. آخر این خیلی چیزا بین دلداده ها رخ میدهند. بابایم برای این فاتحه بسیار سراسیم است. کمی وقت گذرد و خیر. شاید اویلادار شوی رو رد میکنند. خیر چی دونم. من از اول فکر دارم که آنها با یکدیگر موافق نیستند. از این سیادهای زهرا هم آنقدر باوری ندارم. داملا زیا آدمی خوب است. زهرا رو دوست میدارم میگوید. چی دونم بسیار کاری مشکل. تیار شدم. بسیار انتظار نشده؟ عزیزم ما تو رو انتظار میشویم. تو با یگان آرایش و تارایش و مکیاژ احتیاج نداری جانم. بسیار هم خوب گفتی. تو جانم از جای خوبت خسته راست به بیرون برو. زیبایی تو زیبایی طبیعی است. خیر رفتیم دیر کردیم. خیر با شما استراحتی خوب. تا بازدید. بیا حضرت دست بگیرم. قضا شوکت اینجا بیا. اکا کنان چیه شما؟ چند وقت شده محله ما رفته چی بکو خوش اومده؟ ای در وقتش اومدی نمک علم چنان پیش رفته است که دکتران آدمی زنده را مرده میکنند. من دکتر چی بکو؟ من نفهمیدم. یکم خدمت کنم اکا؟ خر برای خدمت میکنی. خر برای خدمت میکنی. چی بکو؟ ای شوکت بای، همین که تو را کشم عصبم آرام میشود. کش مرا میکشی؟ چی بکو؟ این کشتن باز از کجا برآمده که جانم؟ شما شوخی کردیسن که جانم. چی بکو؟ چه خیلی شوخی حمق؟ تو در این دنیا زیادتی هستی. من تو را با دستانی خودم میکشم. اکا جون از دست شما بر این آدمی با آبرو مردن شرف و افتخار است، لیکن مرا میکشی چی بکو؟ ای بچه تو با من چیکار کرده میتوانی؟ تو کیستی که با من نگان کار میکنی؟ تو کلتکیلاست دوستی نزدیک نبودی ها؟ بله بودم. آن را کشتن نتوانستم. اقلا تو را کشم راحت کنم. اکا جون آدمی مرده را کجاش رو میکشی و خیر؟ مرده رفت اما ضرری که به من رسان حالا آن در یادم است احمق. اکا قسم میخورم که کلتکیلاس گفتنی دوست ندارم. من او بر وقت وفات کرد. من تنها یک دوست دارم، او هم داملازیا است. میدونی داملازیا ما را بسیار دوست میدارد. تو هم داملازیا را بسیار دوست میداری. باید ما را هم دوست داری برادر. دمت را گیر. خاموش شو. نمک این را گیرید. در باری کلتکیلاس گر کنید تا در آخرت هم جدا نشود. کنی را گرد یک دقیقه با کجا میبره؟ ای مرا سرده؟ اکا کنون با خدا که من همه روز پیش تو آمدنی بودم میدونی؟ همین خیلی؟ اکا شو؟ آخر اکا جان من دست شلوغ شما رو دیده غمگین میشوم. آخر با اکا کنون جانم این حالت ها نمیزیبه. میخواید اکا دستتان شفا یابد؟ نمیخواهم مگر آنقدر میخواهم که شوکت. به خدا اکا من حال تو رو بسیار میفهمم. انا آن داملازیا هست کو؟ خیر او دم دارد اکا. خونده پوف میکند بیمار شفا مییابد. پیشوخی میگویی؟ به خدا اکا یک آدم پیشو کردن نمیتونید خوندش رنگی فانتان شید. به خدا؟ بله اکا او این کار رو میکند، اما او نمایش را اونقدر دوست نمیدارد. شاید یکون سبب داشته باشد، من نمیدانم. راستی گپ مرا تنبیه داده گفت که به هیچ کس نگویم. اما من این حال تو را دیدن نگویم وجدانم راحت نمیکند اکا جان. درست میگویی؟ اکا مردک باری یگون کس تو همین روز دروغ گفتنی مرا دیده سن؟ با چشمم دیدم میگم یک آدم رنگ تنگ کجله بود.
амура хон ку гарданаш рост шуд мардак бурин оз девола ку давида мебурад ба худо ака бура бухонад ҳамин дасти ту соз нашава ку ман номард ку қасам бухӯр дурӯғгӯра худо бизанад аммо як гапи муҳими дигар аст чӣ гап аст гапеши бузичома гуфта наметавонам ака чӣ гуфтӣ кани дур шавед гум шавед ҳолайста ҳамак гапзан кани гӯй ки чӣ будааст чӯлоқ чӣ хеле гап задаси пешмада ту чӯро гуфтест ака мавай духтара гуфтам саросема нашав як рӯз ба 50 намахи рӯи мара харош шуд ака ярчи бугум ана чие домулозиёе ку чанд қадаре ки пули зиёдаш битӣ ку ҳамон қадар даму нафасаш зиёдтар баландтар мешавад дамаш даров фоида мекунад домулозиё бале ака бача ту маросият кунӣ ман туро ғарқи пул мекунам ғарқи пул аммо ин гап байни худам монад майлаш чанд қа пулати ака ин чӣ хел савол аст дила чанд қадаре кашад ҳам қадар битӣ муҳим саломатӣ аст акаҷон саломатӣ бошад ҳамаш мешавад фақат ту чӣ кор мекунӣ бача ака хафа нашав давирияй но правирияй мегам эрутсия аммо пули додаи акаи канонро шумурдан айб аст раҳмат акаҷон хайр акаҷон вақтро сарфа накардам ман рафта домулозиёро хабар диҳам шуморо наҷот додам лозим аст майла шакарем аммо ака боз дар бораи пул ба домулозиё ягон гап назанӣ ки фаҳмад асло дам намекунад гуфтамонам ман медонам ӯ шахси қонунӣ аст намехонам ту хавотир нашав домуло маро хонда дам кунад дӯстам ман туро ғарқи пул мекунам ғарқи пул ё тоба ту хавотир нашав хайр набошад ака ман рафта дар ин бора ба домулозиё суҳбат кунам омада хонда дам кунам аммо ака бисёр муҳим домулозиё дар бораи пул умуман ҳеҷ чиз намефаҳмад гуфтуму гап байни худмон салом алайкум о домулозиё номашро гиру як дақиқа домулозиё хуш омадед домуло дар кор нест оғои канон ман он масъаларо бо домулозиё гап занам дар он бора маълумот доданам дар кор домуло шавкат инҷост бародар ӯро гуфтам ки домулозиё туро мехонад дастат шифо меёбад шавкат ту магар ақлату хӯрдӣ чаро ин хел ваъда медиҳӣ бародар ин корро магар барои роҳат кардам ӯ гуфт ки мекушамад дар чашмонаш маргро дидам агар ӯ гӯяд мекушам мекушад эй шавкат ба худо аз маҷбурӣ кардам охир рафтем کاری دنیا به همین ما و شما هم بود میشود شینه خوش اومده سلامتی سوزه خدا با شکر خدا ما همین سه بار اومدیم در خونه نیافتیم در کجا میگردیم امید همون زمینای شما هم با همین درو کنیم پرچم الله زمان یا اوقات که زمان نه اکای سید تیموز اوقات پاپو در کار نیست با چی با نم یک کلا چون میگیریم میخیزیم برای که زمینو موندگی درست پس هوای خیلی نیست یک چوینیک چوی همون چوی آوردگیم یک تدم که بیارم چوی همون تست کن اکا جان زمین یکو نوبت خدمت تو بیا ما نوبت پاوت بازی ندارم اول نوبت هم بس اوکی امیر ما دینا مزلات کردیم هم دودری ما و دینا دارم پیش ما برادر گوش کن همین زمین آیا لب همین سر میشه الا رفتن بگیر برادر فهمیدم به همین جنجال کنی اومده شما با جنجال نکردم همین دینا یک چوی بهترین آوردم خب یک کیلویی چوی میزنیم مسئله خودش کنی همون چوی کنی زنک جان بیا صدقه بیا میدونی گپ دسته چوی بیار من میگم نصیب باشن تیز همون چوی تمام از یک چوی نموره تعریف بیار تو قنداش نگم پیولا بده بخوریم کنم چوی تعریف ده نوشو تعریف کنم قند زنه
کنی اکه علی چای چی تام داره؟ انا چای تعریفی مو این اکه جوره خانم شما ده اکه شما ده کنی آمد اوش گیره خیلی شما ده برادر عزیز گیره شما ده برادر زنگ همون گوده که گیره پیش و یکی بود یکون چیز نجیخه چون خیلی بود کیسته دامه پاگوی گرفتی چویا چویا پاگوی چویا دینه زنگ جو همون گوده که گیر وستونو بعد بکو یک اوفته که سبوخه کنی ادو کچ که بکو نه یکه در کنیست هم خود در کنیست چای خوبو؟ ها تعریف کرده با درجه تعریف کرد که هم یا بوی غلیظ داره یک بوه که میکنه یک خطون یا نوشه یه دینه باید فروشه یا بروشه اینه خدت بنده یا با تعریف کرد که دینه همین اینه بنده یا برو دینه ما خورده اینه دیدی اینه همین فروشنده بوار که برای همین برون به سعودی رو گفته تمام میگه پا قسمای دنیایی رو میخورن که همین بار به سعودی رو بده چوی خیلی اگه دینا مو همین قطعی اویلم چوی کردیم خوردیم با مزه بود یه میمونا میبخشه اوچی حاجی مراد نست که چوی مو دم کرده